اولین گوشی هوشمند ایرانی داریا، دارای قابلیت فیلمبرداری، محفظه قرارگیری سیم کارت، دارای دوربین در 3 رنگ متفاوت، مشکی، سفید و این چه رنگی؟ سبز کمرنگ. قابلیت عکسگیری، دارای زوم، از زن بی‌حجاب برای اولین بار در ایران، قابلیت نصب ایتا و روبیکا به جای تلگرام و اینستا، دارای باتری و قابلیت شارژ شدن تا 100%.